روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد. در رگ‌ها نور خواهم ریخت. آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد. راه خواهم رفت، دوست خواهم داشت. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزانی که تشریف آوردین به دور همی خودتون، دور همی کد کانکت. خیلی خیلی ممنونم از اینکه این جلسه با استقبال فوق‌العاده شما همراه بودیم و خودتون می‌بینید چقدر پرشور و پر انرژی تشریف آوردیم و ازتون تشکر می‌کنم. ما هم یه دوره نسبتاً زیادی 1 ماهی در خدمتتون نبودیم و با انرژی بیشتر پرقدرت‌تر برگشتیم و حالا یه سری برنامه‌های جدیدم داریم که به مرور باهاشون بیشتر آشنا خواهید شد و شروع می‌کنیم برنامه 19ام دور همی کد کانکت رو. به افتخار خودتون دور همی کد کانکت توسط حمایت و مدیریت استودیو آکام طراحی و راه اندازی شده با هدف ایجاد یه حال خوبی که ما برنامه‌نویسا بهش نیاز داریم. کسی میتونه راهنمایی کنه دور همی چه مزایایی میتونه داشته باشه، چه خوبی میتونه داشته باشه؟ اومدیم اینجا کنار هم قرار گرفتیم، چه آوردهایی میتونیم به وجود بیاریم؟ دغدغه‌ها دیگه اشتراک دانش و تجربیات خیلی نکته مهمیه. شبکه سازی. سلام بفهمید کسایی که نبودن بگن، اینا میدونستن، افرادی که بودن میدونستن. بگین دیگه بتونیم با هم صحبت کنیم. درسته؟ بتونیم با هم ما برنامه‌نویسایی که میشینیم پشت سیستم، کسایی که تو حوزه آیتی داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم، دائما درگیر کار خودمونیم، دائما درگیر چالش فنییم. آقا مثلا چه میدونم اون لایبرری رو چجوری استفاده کنم، اون استکر رو چجوری بیارم توی کارم، چجوری مثلا اکستند کنم خودمو. دائم درگیر این مسئله فنییم، نمیتونیم با هم صحبت کنیم، نمیتونیم با هم چالشمون رو به اشتراک بذاریم. الان ما هر کدوممون نزدیک 500 تا 1000 تا کانکشن توی لینکدین داریم دیگه. چند نفرمون رفتیم صحبت کنیم با کسایی که باشون کانکشن داریم و چالش خودمون باشون در میون بذاریم. کسی تا این کارو انجام داده؟ بگید. اگه کسی انجام داده، ما میگم زیادن دیگه، 100 نفر 200 نفر نیستن، خدا رو شکر همه 500 تا 1000 تا کانکشن داریم. ولی اینجا ما الان کنار هم قرار گرفتیم. حالا افرادی که قبلا بودن میدونن که میایم اینجا با هم صحبت میکنیم. حتی مثلا 1-2 ساعت بعد از برنامه 2 نفر 2 نفر 3 نفر گروهی راجع به چالشامون صحبت میکنیم، راجع به دغدغه‌هامون صحبت میکنیم، راجع به چالشایی که داریم. همین صحبت کردن خودش باعث میشه که انگیزه بگیریم توی کارمون، بتونیم دوباره به هدفمون برگردیم. خیلی وقت ما خیلی فکر دیدین دیگه تو ذهنمون داریم که آقا این کارا رو باید انجام بدم، این کارا رو باید انجام، ولی به سمتش نمیریم، یا از مسیرش خارج میشیم یا انگیزمون رو از دست میدیم. دیدین دیگه وقتی یه جمعی میخواد یه کاری بکنه، یعنی فرد بخواد کار بکنه، شاید بی انگیزه بشه، شاید فرضاً یادش بره یا حالا مسائل دیگه، ولی خب جمعی با هم به اشتراک بذاریم مسائلی که می‌خوایم و ایده بگیریم از هم دیگه، خیلی مسئله مهمیه. اینجا خیلی اتفاقات خوبی افتاد. افرادی بودن حتی اوپن تو ورک بودن، تونستن از همینجا، افرادی مدیر هستن بینمون، کار مورد علاقه‌شون رو پیدا کنن. حتی بوده که تونستن تیم بشن، 2 نفر 3 نفر روی گیت هاب تونستن پروژه بیارن بالا و همدیگه رو کمک بکنن تو پروژه، حالا فرضاً اوپن سورس. و خیلی اتفاقات مناسب و خوبی داره میفته توی این دوره همی. تونستیم خیلی چیزای خوبی از هم یاد بگیریم. فرضاً ما نمیتونیم بعضی وقتا ارتباط برقرار کنیم توی سازمانی که هستیم و سازمان هم خیلی به این علاقه داره بتونیم توسعه فردی و توسعه تیمی رو پرورش بدیم توی اون سازمان. یعنی چالش فنی خیلی وقتا چالش مدیران نیست، اینکه من بتونم با استکی که بلدم دائما کار بکنم، اونو میشه یاد گرفت، ولی اینکه بتونم به تیم کمک بکنم، بتونم چالش تیمی رو برطرف بکنم، خیلی خیلی مهمتر هستش تا ما تمام تلاشمون بکنیم تو اون چالش فنی حل بشه. و تقریبا میشه گفت ارزشمندترین سرمایه هایی که ما داریم تجربیات و کانکشن هامون هستن. درسته؟ یعنی ما درسته رزوممون جز سرمایه های ماست، ولی خب رزومه توش چیه؟ توش تجربیاتمونه دیگه. یا مثلا ما میخوایم بریم یک جای استخدام بشیم، چی کمکمون میکنه؟
تجربیات و کانکشن هامون، یعنی میگم اینجا بودن افرادی که ریفر شدن و حالا اون منابع انسانیه رو یه جورایی دور زدن، یعنی وارد بازیش نشدن که ای وای مثلا منابع انسانی رو چیکار کنم. نه، یک شخص اینجا معرفی شده به حالا سازمانی که افراد ریفر کردن و خیلی راحت تونسته، خیلی راحت تر تونسته استخدام بشه اونجا که میخواسته. و خب میگم انقدر هم این دنیا داره با سرعت زیادی پیشرفت میکنه که ما نمیتونیم یک هفته، 2 هفته، حتی 1 ماه، 2 ماه، 1 سال که دیگه اصلا خیلی حرفه، از پیشرفت، از حل کردن چالشمون باز بمونیم، بتونیم استاپ کنیم بگیم خب اوکی مثلا تا 2 ماه دیگه که اتفاقی نمیفته پس من واسه چی مثلا تلاش بکنم. نه، هر هفته می‌بینی یه اتفاق جدید افتاده، هر ماه می‌بینی یه چیز جدید ارائه شده و داره ازش استفاده میشه و ما نیاز داریم با هم صحبت کنیم، ما نیاز داریم با هم ارتباط برقرار کنیم، از هم ایده بگیریم و بتونیم چالشایی که داریم رو با هم در میون بذاریم. میگم خیلی مثلا افراد حالا تو قسمت معرفی افرادی که بودن دیدن افراد چالش خودشون رو بیان میکنن. فرضاً من دیوآپس دارم کار میکنم، یه استکی اومده به نام ML Ops، خیلی واسه من جذابه، پس من میتونم برم سمتش و افرادی که هستن میتونم باهاشون صحبت بکنم و نظرشون رو بدونم، چالشمو برطرف بکنم و خیلی اتفاقات دیگه. خیلی واسه اون اتفاق میفته که دوست داریم یه کاری رو انجام بدیم ولی نمیتونیم. خیلی دوست داریم. افرادی که یه ایده تو ذهنشون هست چند نفرن دوست دارن یه کاری رو انجام بدن، دوست دارن به یه سمتی برن و چند نفر، ببین دستا داره تک تک میاد بالا، چند نفر دوست داشتن که این کارا رو انجام بدن ولی نتونستن، حالا یا تو فکرشون، تو پس زمینه، تو بک‌گراند ذهنشون هست و مونده، یا به سمتش نرفتن به هر دلیلی. خیلی خیلی اتفاقاتی که میفته، یعنی ما میگم نمیتونیم مسائلی که داریم رو با هم در میون بذاریم و خیلی وقتا میگم چالش صحبت کردن است. یعنی میگم اگر اون آموزشی تو اینترنت هست، تو یوتیوب هست، تو استاگ اورفلو راه حل مشکلاتمون هست، ولی اینکه بتونیم اصطلاحاً موتیویت کنیم خودمون رو، انگیزه بگیریم و کارا رو انجام بدیم، مهمترین عاملش اینه که بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم و از هم تجربیاتی که با هم داریم به اشتراک بذاریم و اون حال خوبه رو در واقع بتونیم به وجود بیاریم و با هم به اشتراک بذاریم. یکی از اون حوزه‌های خیلی جذابی که این دنیا آیتی داره و تقریبا هسته اصلیش سافت‌ور هستش، یعنی اصلا تمام این کارا روی سافت‌ور داره پیاده سازی میشه. سافت‌ور چیه اصلا؟ جنسش چیه؟ یعنی ما مهندسیم، ما نجاریم، ما معماریم، ما به متریال اون سافت‌ور آیا کاملا تسلط داریم؟ میتونیم بفهمیم اون پشت چه اتفاقی داره میفته؟ یکی از حوزه‌هایی که جدیداً خیلی ترند شده و داره خیلی گسترش پیدا میکنه، جدیداً خیلی جدیده، نمیدونم اصلا این اصطلاح رو باهاش تا حالا آشنا بودین یا نه؟ کرافتمن. چند نفر شنیدن کرافتمن رو؟ صنایع دستی، حوزه نرم افزار، استادکاری در واقع، استادکاری، یعنی ما استاد اون کاری که هستیم باشیم و فوق‌العاده جدید و جذاب هست. برای همین ما افتخار داشتیم تا دعوت کنیم از جناب آقای نبیعی CTO محترم شرکت علی بابا تا تجربیات فوق‌العاده ارزشمند خودشون رو توی این حوزه جذاب با ما اشتراک بذارن. به افتخارشون. سلام. خب انرژی خوبه. آی فیلم بردار صدا رو داری؟ خب موسم اینجاست. اوکی. خیلی خوشحالم که یه روز آخر هفته میبینم که این همه آدم جمع شدن برای اینکه یک کامیونیتی تشکیل بشه و از قدیم گفتن که زور هر آدمی تو کامیونیتی مساوی حاصل جمع زور همه آدمای اون کامیونیتی. دمتون گرم که اینجایید. خیلی هم جدید نیست. حالا
امیدوارم باشه. کتابش رو فکر کنم آنکل باب 2 سال پیش نوشت. 5-6 سالی هم هست داره ترند میشه، حالا تو گوگل ترند نگاه کنید، ولی خب بد نیست راجعش صحبت بکنیم. منتها یه هیستوری داره که اصلا چی شد اومدیم سراغ این قضیه. کیاوش با من تماس گرفت از طریق لینکدین که آقا ما یه همچین کامیونیتی هستیم و یه موضوع بده می‌خوایم راجعش صحبت کنیم. من گفتم باش. بعد گفتم خب بچهای تو این کامیونیتی چه شکلی ان؟ گفتش که مثلا دایورسیتی خیلی گوناگونی داره و مثلا از جونیور تا سنیر تا مثلا آدمایی که تو حوزه سافت‌ور هستن سالها تا آدمایی که بیام جلوتر. اوکی. برای من قبلش یه باکس انقدی تعریف کردن گفتم از این نهاد خارج چی. امیدوارم نشم. همینجوری داشتم فکر می‌کردم به چه موضوعی فکر کنم، گفتم مثلا چیزی که خیلی این روزا درگیرشیم شاید جذاب باشه. به نظرتون الان بزرگترین معضل اکوسیستم چیه؟ چی؟ کلا نبود نیروی کار. یعنی همه مهاجرت کردن، چیز دیگه، یعنی یه تعداد کمی موندیم فقط. کیا اینجا میخوان بمونن؟ دستشون رو برام بالا. خب تکلیف روشنه. منم بردم بالا. خب میخواستم راجع به این صحبت کنم، دیدم خیلی کمکی به کریر آدما نمیکنه. چون وقتی یه نفر میخواد بره باید کمکش کنی لااقل از سکوی محکمتری بره، حداقل پرچم اونجا بالاتر نگه داره. داشتم به این فکر می‌کردم موضوع چی باشه، دیدم دومین معضلی که این روزا درگیرش هستن همه تیم‌های توسعه نرم افزار موضوع تغییراته. یه تایتل دادم به کیاوش، گفتم embracing the change. بعد گفت این خیلی طولانیه تو پوستر جا نمیشه. گفتم کرافمنشیپ. گفت باش. بعد پوستر اومد بیرون 3 تا سوتی داشت. یکی کله من خیلی گنده بود توش، گفتم اینو کوچیک کنید. دومیش اسممو اشتباه نوشته بودن که حالا میپردازیم بهش مفصل. سومیش این بود که زده بودن مسیر سنیر دیولپر. گفتم داداش از خودت زدین مثلا موضوع رو، من قرار نیست راجع به اینا صحبت کنم. گفت کرافمنشیپ مگه سنیر دیولپر نبود؟ گفتم نه. گفت خب چیه؟ گفتم استادکاری نرم افزار. گفت باش. زد و ما هم اومدیم استادکاری نرم افزار ببینیم داستانش چیه. منتها من قبلش، حالا منو که احتمالاً معرفی کرد بزرگوار، من ابراهیم هستم، ابراهیم نبیعی، یه 2 تا یه تش داره، خیلی داستان پشتشه. تو این سوشال ها میتونید در واقع فالو کنید و با هم صحبت کنید. معمولا کسی تکست بده جواب میدم، اینجوری نیست که ببندم به درخت. حوزه علاقه‌مندی من بیشتر در واقع همین مسئله سافر کرافمنشیپ، آرکیتکچر، این وری اگه نمیبینن من خودم جلوتر، ترانسفورمیشن اجایل و در واقع تربیت تیم هاییه که میخوان شروع کنن. این وریا میبینید تصویر رو؟ نمیشه چرخوندش، اون وقت اون وریا نمیبینن. هر جاشو لازم بود بگید من تعریف میکنم براتون. اسم منو زده بودن ابراهیم نبی، یعنی 2 تا یه‌شو نزده. یکی از دوستان من پیغام داد که این هفته مهمان حضرت ابراهیم نبی. گفتم آقا اینجوری که اینا زدن یه علیه السلام کم داره حقیقتش. بعد داشتم به این فکر میکردم که چگونه میشه در 21 دقیقه پیامبر شد که شدیم. خب اما اگه واقعا اون پیامبر دیولپر بود چه اتفاقی میافتاد؟ من فکر کنم اولین اروری که دستگاه خلقت میداد تو سیستم خدا کامپایل ارور میداد، میگفت cannot convert type fire to گلستان، یعنی آتش رو نمیتونست اون لحظه کست کنه. حالا اگه ران تایم من بود احتمالاً اینوالید کست اکسپشن میگیره. حالا این شوخی با بچه‌هایی که زحمت کشیدن این رویداد رو برگزار کردن، به افتخارشون یه دست بزنید. خب یه سوال بی ربط، یعنی من اصلا می‌خواستم با این شروع کنم که از کجا شروع کنم، چجوری وارد موضوع شم، دیدم بی ربط شروع کنم خیلی بهتره. کدوم این 4 تا جونور به نظرتون اجایلن؟ من از این عقب‌تر همه ببینم. یه یوز پلنگ داریم، یه گوزن داریم، یه شترمرغ داریم، یه عقاب. اونایی که میگن یوز پلنگ دستاشونو برام بالا. یوز پلنگ چابک. اونایی که میگن عقاب با همه‌شون هم میتونی فکر کنی. اونایی که میگن شترمرغ، اونایی که میگن گوز نمیارن. اونایی که میگن همشون 1% چابکی دارن، اونایی که میگن هیچ کدومشون چابک نیستن، اونایی که کلا با ما حال نمیکنن دست نمیبرن بالا. خب پس اینا نداشتیم.
حالا شاید رسیدیم به اینم پرداختیم، فعلا بی ربط بود دیگه. ببینیم اصلا کرافتمن چیه. جان؟ شاید هم داشت. بذار بریم جلوتر. احتمالاً برسیم بهش. خیلی از من اینجوری سوال میپرسن که مثلا من کریرمو چه شکلی فرم بدم؟ مثلا دات نت خوبه یا پی اچ پی؟ گولنگ خوبه یا نود جی اس؟ راست خوبه یا چپ؟ نمیدونم، هر چی. فرانت خوبه یا بک؟ دیتا ساینتیست خیلی مد شده میگن، بریم سراغ اون. الان ای آی کسی بلد نباشه مثلا خیلی اوضاعش خرابه. جواب این سواله میتونه یه جواب اسپسیفیک باشه که مثلا با توجه به شرایط امروز کامیونیتی مثلا فلان استک محبوب تر است، یا اگه قصد داری مهاجرت کنی به اروپا فلان استک، به آمریکا فلان استک، یا هر چیز دیگه ای. اما جوابی که من دنبالشم به بچه‌ها بدم و امروز میخوام راجع به اون صحبت کنم اینه که این تصمیم دومیه که میگیرید. یه سری چیزای دیگه هست قبل از اون باید راجع بهش صحبت بکنیم که این یه دیولپر رو تبدیل میکنه یه دیولپری که توانمندتر از دیولپرهای دیگه است. من همیشه این سوالا رو با یه سوال جواب میدم. تو لینچپین سازمانت هستی یا نه؟ این کتاب لینچپین رو کیا خوندن؟ خوبه. یا پادکستش هم گوش دادن، همون خوندن حساب میشه دیگه. حالا هر چی ترجمهش کنیم، این بلبلکی که میکنن تو این چرخ بهش میگن لینچپین. یعنی اینو ورداری چرخ از جا در میاد، چرخ از جا در بیاد گاری نمیتونه حرکت کنه، گاری حرکت نکنه احتمالاً مثلا داشته میرفته جنگ، فرض کنید مهمات رو نمیرسونه، مهمات نرسه، اونا تو جنگ شکست میخورن، شکست بخورن یه کشور به فنا میره، همش هم به خاطر این لینچپینه. پس مهمترین چیزی که الان باید نسبت بهش کیرینگ داشته باشیم همین لینچپین است. من میخوام امروز راجع به این صحبت کنم، مسیر این که تو سازمانت تبدیل به لینچپین بشی چه شکلیه. نه اینکه الزاما چه استکی رو بلدی یا اینکه رو چه تکنولوژی میخوای کار کنی. به نظرتون چه آدمی لینچپین میشه تو سازمان؟ من میخوام اینتراکتیو باشه. کسی که همه گره ها رو، یعنی مسئله حل میکنه. چی باشه؟ هنرمند یعنی چی؟ یعنی کسی که خلق ارزش میکنه. دیگه چی؟ کسی که گره رو هم حل میکنه ارزش خلق میکنه دیگه. کامیونیکیشن رو تقویت میکنه، فرآیندها رو فسیلیتیت میکنه و یه ارزشی خلق میکنه. پس عملا میتونیم بگیم آدمی که بیشترین ارزش رو خلق میکنه لینچپین اون سازمانه. درسته؟ خب ما همه دیولپریم دیگه. کسی هست اینجا سافر دیولپر نباشه؟ میگید چیه حوزه تخصصه؟ سیستم. اوکیه. دیگه دیوآپس. نگو دیگه سافر دیولپری. هر چی. اصلا دیوآپس که تیم نیست، دیوآپس که رول نیست. میشه راجع به این صحبت کرد. دیوآپس کالچره. دیوآپس رو چسبوندیم به هم شد دیوآپس. پس اگه تیم جدا درست کردی احتمالاً سیلوی جدا درست کردی. حالا این میتونه موضوع یه تاک مفصل باشه، الان دعوا راه اندازی. فینیکس پراجکت خوندیش؟ خب پس ما سافر دیولپرها با تو سازمانمون ولیو خلق کنیم تا تبدیل به لینچپین بشیم. ولیویی که ما خلق میکنیم گره میخوره به ولیویی که سافر خلق میکنه. ارزش این نرم افزار به چیه؟ رفع مشکلات. یعنی اون رفتاری که اون نرم افزار داره و یه سری مشکل رو حل میکنه. دیگه رفع نیاز، یعنی یه نیازی مطرح شده توی اون در واقع صنعت و این سافر میاد که اون نیازها رو رفع کنه. پس رفتار اون نرم افزاره بازم. دیگه کارایی و ثبات، یعنی فانکشن هاش کار بکنه و خوبم کار بکنه، اسکیل کنه، پرفورمنسش نیفته، حفره امنیتی نداشته باشه. یعنی یوزر بیسش تبدیل به ارزشش میشه. یوزر بیس یه نرم افزار چجوری میره بالا؟ نسبت به خدماتی که میده. خوبه. دیگه یعنی یه ولیو پروپوزیشنی بده که دیگران نمیدند. آفرین. دیگه مینتینبیلیتی خود بازش میکنی؟ ترجمهش کردی؟ یعنی اینکه بتونم فریکوئنتلی اینو فیچر بدم روش. خوبه. میگن که یه تاکی هست مال رابرت سی مارتین، میتونید بعداً ببینیدش.
میگه secondary value of software رفتارشه، یعنی کاری که میکنه. نرم افزار یه سری فیچر داره دیگه، مثلا تو اسنپ داری، علی بابا داری، تپسی داری، یه سری فیچر داره، اینا کار بکنه. این میشه secondary value of software. گفتی قابل توسعه باشه به صورت مستمر. گفتی یه value propositionی بدی که دیگران نده. چجوری میتونی یه value propositionی بدی که دیگران نتونن بدن؟ باید بتونی هی توسعهش بدی. نیاز بازار رو میسنجی، توسعه میدی. اگه یه روزی نرم افزار تو شرایطی باشه که نتونی توسعهش بدی، میتونی نیاز بازار هم پاسخ بدی؟ نه. پس اصطلاحاً میگن the primary value of software چی شد؟ The primary لو رفت. The primary value of software ability to ongoing change. توانایی این نرم افزار برای اینکه بتونه دائما تغییر بکنه. کیا تا حالا با نرم افزاری کار کردن که جرئت ندارن یه خط کامنت وسطش رو پاک کنن؟ خب اون نرم افزار قراره تو اون بیزینس چیکار کنه؟ آیا جز اینه که اون بیزینس رو به زانو در میاره؟ چی شده؟ نمیشنوم. این اسپرینت می‌خوایم ورش داریم. دمتون گرم. این که جرئت کردید ورش دارید، من جرئت نکردم. پس شما دوید جلوی. چرا تغییر تو نرم افزار مهمه؟ چون دنیای بیرون نرم افزار دائما داره تغییر میکنه. شما فرض کنید دولت عوض میشه، یه وزیر عوض میشه، تا حالا ویارشون ترش بوده الان شیرین شد. میاد این تغییره مگه میشه به من دیولپر نرسه؟ یه نیاز جدید داره دیگه. خب نیاز جدید طبق یه قانونی که رگولاتور گذاشته ممکنه تغییر کنه. رقیب میاد یه حرکتی میزنه، تو باید عکس اون حرکت رو بزنی. پس تغییر داره میاد سمت تو. عرض کنم حضورت که یه اینویشنی رخ میده. اون اینویشن میتونه تبدیل به پول بشه تو نرم افزار تو، تبدیل به ولیو بشه. باید بتونی تغییرش بدی که اونو بتونی اکسپوز کنی به مشتریت و از طریق اون بتونی یه سهم بازاری رو برداری. همه اینها یعنی اگر نرم افزار نتونه تغییر کنه هیچ ارزشی هم نداره. وگرنه اینجوری اگر بود چرا مثلا یه سری شرکت‌ها هنوز توسعه آنگوینگ دارن؟ شما یه بار محصول رو می‌نوشتی میگفتی خب صدق الله العلی العظیم، مشتری‌ها بیاد بخرید. چرا مثلا یه شرکتی مثل دیجیکالا باید 500 تا تیم تک و پروداکت داشته باشه؟ مثل علی بابا باید 200 تا نیروی تک و پروداکت داشته باشه؟ حتما یه اتفاقی داره اونجا میفته که این تغییره تبدیل به یه سری ارزش بشه. پس اگر روزی شما تغییر نتونستید بدید، ارزشی هم خلق نمی‌کنید. حالا از پرسپکتیو دیولپر وقتی تغییر رو نگاه می‌کنیم، دیولپر اینه میگه آقا اونی که این موس و کیبورد داد دست من خیلی آدم ناجوری بود، این همه شغل آبرومند چرا ما اومدیم سافر دیولپمنت رو انتخاب کردیم؟ چرا شاکیه این بنده خدا؟ چون هر روز پروداکت میاد بالا سرش میگه ببین اون بود اسپرینت قبل اونجوریش کردیم، الان اونجوری نیستی، اینجوری باید بشه. بعد این شاکی میگه آقا یه بار تصمیمتون رو بگیرید دیگه، گندشو در آوردید، هر روز میاد میگه اینو عوض کن، اینو عوض کن، یه بار برو درست تحلیلش کن. به نظرتون میشه واقعا درست تحلیلش کرد؟ کیا میگن قطعا خیر؟ قطعا خیر. کیا میگن حتما میشه درست تحلیلش کرد؟ پس نسبیه. طبق برآورد آراء جمع میشه اینجوری دید که احتمالا نسبیه، یعنی یه درصدشو میشه از قبل پیش بینی کرد، یه درصدش هم نمیشه. ما همین نق بزرگوار رو برمی داریم میبریم پیش پروداکت منیجر، ببینیم از پرسپکتیو پروداکت چه اتفاقی میفته. پروداکت منیجر میگه آقا ما اینجوری زحمت میکشیم، شما هر روز میاد میگی من چرا تغییر میدم. خب این تغییر حاصل زحمتی که من میکشم. این زحمت رو من از ارزیابی مارکت، از پایش رقبا، از فیدبک مشتری، از هر چیزی که کمک میکنه به من نیازمندی‌های جدید رو کشف کنم دارم درک میکنم. بعد تو من میگی چرا تغییر میدی؟ این تغییری ارزشمنده. ولی خود منم شاکیم از این تغییر. چرا شاکیه؟ تغییر هزینه داره دیگه. کی که از تغییر خوشش بیاد دائم؟ ما میدونیم تو تغییر رشده، ولی میدونیم هزینه هم داره. بالاخره یه دردسری داره. کدومتون دلتون میخواد اون فیچری که زدید یه بار دیگه بزنید؟ کد شما دفعه اول تمیز می‌نویسید. کد چجوری کثیف میشه؟ کد خودش که کثیف نمیشه. مثل توت فرنگی رو میذاری تو یخچال تمیز میمونه. میاری بیرون میخوریش، یادت میره بذاری تو یخچال میگنده. اصطلاحاً بهش میگن کد رات، فساد کد. حاصل تغییراته که یه کدی که روز اول علیه السلام دیولپ شده الان تبدیل شده به یه کدی که بزرگوار میخواد این اسپرینت تازه ورش داره درستش کنه. کی جرأت داره ورش داره؟ پس
پروداکت منیجر هم از این خوشحال نیست، ولی اونم میندازه گردن یکی دیگه، میگه آقا به من چه، بیزینس هر رو داره عوض میشه. بریم ببینیم استاد بیزینس چی میگه. بیزینس منیجر هم این شکلیه که آقا تغییر از طرف رگولاتور اومد، رگولاتور محترم رو ازش انتقاد کنید. اون کسی که در واقع تغییر رو فرستاده سمت من. این هم حق داره. اولا که بگم تو ایران بیزینس کردن سخت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آنسرتینیتی مثلا از یه جایی مثل کانادا خیلی بیشتره. اونجا یه حساب کتابی داره دیگه، مثلا حالا درسته اونجا هم ایلان ماسک رو نذاشتن در واقع مسئول وزارت ارتباطات یا هر چیز دیگه ای، ولی اینجوری هم نیست که طرف مثلا فرق مثلا پراید هاچبک رو از AI تشخیص نده. به هر حال این ساختار، این منیجمنت سیستمی که توی مملکت هست یه تأثیری گذاشته تو این که این آنسرتینیتی زیاد بشه، اما بسته به صنعت و بسته به اینکه سافر اصلا اومده نیازها رو تغییر بده و ارزشش به این بوده که نیازها رو تغییر بده و دائما تغییرات رو بپذیره، این ذات بیزینسه. وقتی تغییر میکنه که کیپبیلیتی تغییر وجود داشته باشه. کیپبیلیتی تغییر کجاست؟ سافره. چون اینجوریه من یه تیم دیولپ دارم پلنگم، میریم کارو در میاریم، میره با اونا صحبت میکنه، تغییر میدن. تا وقتی که اونا تغییر میدن اینم فرصت برای اینکه تغییرات رو بپذیره داره. اما بازم این میندازه گردن اون حاکمیت، رگولاتور، دولت، هر چی اسمشو بذاریم که من حتی اسمشو جرئت نکردم بذارم، هگزشو گذاشتم. به اون میگه آقا چرا تغییر میدی؟ اونم که هیچ وقت پاسخگو نیست، میگه نمیدانم، اطلاعی ندارم. وقتی نمیدانه، اطلاعی نداره، یعنی چی؟ یعنی یه چرخه باطلی از کی بود من نبودم داره توی این تیم شکل میگیره. هیچ کی گردن نمیگیره، گردنگیر همه خرابه تو این شهر. من حتی جرئت که عکسشو بذارم. جان؟ طرف جمعه فهمید قرار بریم رو پروداکشن. آره اصلا اینجوری نبود که بنزین رو استیج باشه، این در جریان باشه. جمعه رفت رو پروداکشن. کانتینیوس دیپلویمنت داره دولت. به این اصطلاح میگن ویش سیرکل آف چنج، چرخه باطل، چرخه معیوب تغییرات. دیولپر میز گردن پروداکت میز گردن بیزینس میز اون میز گردن مردم، همینجوری میچرخه دائم و همدیگه رو فقط داریم بلیم میکنیم. توی همچین ساختاری یه چیزی رو باید عوض کرد. چی رو باید عوض کرد؟ یکی بگید من بشنوم. شغلمون. جمع کنیم. خب خیلی خوشحال شدم، رویداد خوبی بود، مرسی، ممنونم. ماسبندی خوبه برای ادامه مسیر. دیگه زاویه دیدو. دیگه چی؟ تفکر. کانتکست خیلی کلمه سخته. چی؟ آفرین. معمولا میگن وقتی یه ویش سیرکلی هست ببین از کجا میتونی جرش بدی که یه ویکتوری سیرکل از توش بسازی. عمده آدمای اینجا هم دیولپر بودن دیگه. بیاید از اینجا تغییرش بدیم. ما که پروداکت و بیزینس و گاورمنت و کاستومر نیستیم فعلا. کاستومر باشیم هم زورمون به جایی نمیرسه. بیایم به عنوان دیولپر ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. پس اولین چیز اینه که نگاهمون رو عوض کنیم. کانتکست جدید پیدا کنیم. چی بود؟ تفکر بهتری پیدا بکنیم. و همون شد که آدما همون آدمان، ولی فقط تفکرشون عوض کردن. ویکتوری سیرکل آف چنج همون سیرکله، فقط ولکام نسبت به چنج. یعنی چی؟ یعنی اگر تو تیمت میخوای کانتریبیوت کنی، مشکل حل کنی، اول اینجوری باش که آخ جون تغییر درد نداره؟ حتما درد داره. حتما اون کد رو باید ریفکتور کنی. حتما اون کلاسه که جرئت نمی‌کردیم بری سمتش ریفکتورش کنیم و باید بریم باز کنیم شیرجه بزنیم توش. حتما باید اون تیکه از کد که دیولپر 6 ماه پیش مهاجرت کرده هیچ داکیومنتی هم ازش نیست و برداریم روش آنبورد بشیم. اما به این فکر می‌کنیم که یه فرصت جدیدی برای رشد بیزینس و خودمون توش وجود داره. کیا تجربه یه ریفکتورینگ عمیق داشتن؟ کیا با این اونایی که دست بردن بالا اند دفعه دوم دست ببرن بالا؟ کیا با این کاری کردن حال نکردن؟ خب این مایندست رو برید اول عوض کنید. توی این ریفکتوره یه لذتی هست که تو انتقام نیست. چرا؟ چون تو داری توانمندی خودت رو توی دیزاین، توی
عرض کنم خدمتتون تست نوشتن، توی کلین کد، توی هر چیزی که در واقع فابریک دیزاین رو داره، داری خودت مهارتتو تقویت میکنی. این برداشت ماست، یعنی این سهمیه که ما از این اوضاع در واقع کار سخت برمی‌داریم. اما بیزینس هم باش رشد میکنه. چرا؟ چون قبلا صحبت کردیم دیگه، بیزینس رشد نمیکنه مگر اینکه بتونه دائم تغییر کنه. بیزینس یک موجود زنده است، اگر تغییر نکنه حتما شکست میخوره. اگر توی دیولپر، اگر من دیولپر ویلکام تو چنج باشیم، میتونیم این کالچر رو به تیممون تزریق کنیم که پروداکتیه رو بلیم نکنیم. وقتی پروداکتیه رو بلیم نکنیم دیگه نمیاد بگه آقا ما اینجوری زحمت میکشیم، میگه خب چه تیم خوبی دارم که میپذیره تغییراتو، برم تغییراتو بیارم. اونم نمیره بیزینس رو بلیم کنه، اونم نمیره اون هکس کد رو بلیم کنه که آخرش اون بگه مثلا من اطلاعی ندارم یا هر چیز دیگه. از ما شروع میشه. تغییر این مایندست از ما شروع میشه که اولا ویلکام تو چنج باشیم. دوم، قبلش اینو بگم، کیا اجایل مانیفستو رو تا حالا نخوندن؟ دست ببرید بالا. خب خوبه. نه اون موقع گفتم اونایی که حال نمی‌کنن دست ببرن بالا، کسی نورد بالا، پس میتونیم به استقرار ثابت کنیم اونایی که دست نبردن بالا حتما خوندن. برید بخونید اینو. حالا امروز می‌خوایم چند تا گریز بهش بزنیم. واقعا یه سند بالادستی نه از این جهت که فنسیه. نگاه به اسکرام مستراتون نکنید میان تو تیم‌ها میشینن هیچ کاری هم نمی‌کنن، چال می‌کنن صبح تا شب، مثلا یه حرکتی هم میزنن فلان. به این نگاه کنید که روح این تو چیه. ببین اسما رو می‌بینید دیگه. کنت بک، کیا میشناسنش؟ ایکس پی رو این بزرگوار آورد دیگه، اکستریم پروگرامینگ، تی دی دی، پری پروگرامینگ، هر چی در واقع پرکتیس خفن که شما میشناسید کار حضرت استاده. مثلا رابرت سی مارتین، آنکل باب، دیگه همتون کتاباشو احتمالاً سری کتاباشو دیدید. مثلا چه میدونم کن شوبر، مثلا بزرگوار اسکرامو ابداع کرد. نمیدونم وارد کانینگهام کانسپت تکنیکال دتو آورد، ویکی رو نوشت. مارتین فاولر، آقامون فاولر، یه نمیتونیم بگیم مارتین فاولر با اون همه کاری که تو این صنعت کرده. روی فری، جف سادرلند، اسکرام باز، همه اینا آدمایی هستن که هیچ کدوم اینا مدیر پروژه نبودن، هیچ کدوم اینا پروداکت نبودن، هیچ کدوم اینا اجایل کوچ نبودن، اینا همه سافر دیولپر بودن. بزرگوار دهه 80 میلادی مخابرات آمریکا رو نوشته. نصف این پرینسیپلایی که ما امروز بهشون اتکا می‌کنیم و معمولاً فقط فنسی تو مصاحبه بپرسیم. خب ال سالیدو توضیح بده ببینم لیست اف سابستیتوشن پرینسیپل چیکار می‌کرد؟ مثلا بزرگوار اینجا نشسته که مبدعش بود. اینا آدمایی بودن که سافر دیولپ می‌کردن و اول بیانیه‌شون یه چیزی گفتن ما یه راه بهتری کشف کردیم برای توسعه نرم افزار، اونجوری که خودمون انجامش دادیم و کمک کردیم بقیه هم انجام بدن. این رویداد هدفش چی بود؟ کیاوش؟ این رویداد انتقال تجربه. انتقال تجربه. میگه ما خودمون این کارا رو کردیم، به شما هم توصیه میکنیم. هیچ چیز تجویزی هم نیست، حال کردی بردا، حال نکردی برند. ولی وقتی اسما رو میبینی، وزناشو میبینی و میری پرینسیپلاشو میخونی، احتمالاً یه تحت تاثیری قرار میگیری که این مدلی هم میشه فکر کرد. این حرفایی که من میزنم راجع به تغییر از خودم که در نیاوردم. میگه آقا responding to change over following a plan. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو نسبت به تغییرات اگر پاسخگو باشی، مهمتر از اینه که یک برنامه از پیش تعریف شده رو تعریف کنی. یعنی برنامه‌ریزی از اول خوب نیست؟ خوبه؟ چی شد؟ خوبه ولی بیش از حد. یعنی چی؟ مثلا یه مدت زیادی بشین برنامه‌ریزی کنی، کاری نکنی تا اینکه تموم شه بری. خب دیگه بقیه نظر؟ یعنی فیدبک لوپ کار کنه. دیگه وسواس کمالگرایی نیفتیم. محصول در حین کار ابعاد دیگه‌اش معلوم میشه. اول کار همه چیز مشخص نیست. یعنی اصلا ممکنه بریم تو بازار. این چیزی که گفتی میتونه موضوع تاک مستقل باشه که آیا ماکسیمایزرها میتونن سافر دیولپر خوبی باشن یا نه. خیلی چیز جذابیه. مرسی. اونجایی که هیچ خوشش نمیاد یه کارو دو بار انجام بده، یک بیزینس هم دو بار نباید نوشته بشه. یه جوری باید نوشته بشه که راحت بشه. مگر اینکه تغییر کنه دیگه.
تغییر خیلی اساسی مثلا میگی کرونا افکت. خب مثلا من ممکنه یه فیچر رو لانچ کنم، کانری دیپلویمنت، برای 10% مشتریام لانچش کنم، بعد از تجربه اونا بیام برای بقیه تغییر بدم. این زوده یا دیره؟ این بنیادینه یا بنیادین نیست؟ داریم رو فیدبک لوپ میشینیم دیگه. وقتی رو فیدبک لوپ میشینیم، اصلا یک کلمه ای تو وبستر برید نگاه کنید، یه فعلی هست به اسم کوپرنیکن. کوپرنیک بزرگواری بود که در واقع اومد گفت که زمین مرکز نیست، خورشید مرکز. قبلش گالیله دیده بود ولی خب بنده خدا رو کتکش زدن، نتونست ثابت کنه. این با ریاضیات ثابت کرد. کوپرنیکن یعنی هر وقت شما یه چیزی رو از مرکزیت برمی‌داری یه چیز دیگه‌ای می‌ذاری جاش. کوپرنیکن اجیلیتی مشتریه. یعنی تو روزی که محصول رو برداشتی، مشتری گذاشتی جاش، اجایل شدی. چرا؟ چون مشتری به تو میگه کدوم بری برم، نه رودمپ محصول. تو مارکتینگ یعنی اجایل مارکتینگ یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه استراتژی‌های مارکتینگم رو، به جای اینکه روند بازار رو شروع کنم به پرستش و اون مرکز قرار دادن، باز فیدبک مشتری رو میذارم. یه کمپین لانچ میکنم به صورت مثلا چه میدونم کم هزینه، میبینم فیدبک ها چجوریه، بعد اسکیلش میکنم، بعد شهر رو کاغذ دیواری میکنم از اینکه ملت دوست داشتن یا نه. پس دوباره برمیگردیم به تغییر. دنیای ما دنیای تغییره. responding to change over following a plan. اما یه جای اجایل مانیفستو رو کسی نمیخونه. اینجا رو بخونید. میگه درسته این آیتمایی که ما اینور گذاشتیم با ارزشن، ولی تو ترید آف اینوریا با ارزش ترند. یعنی فردا نیای بگی اجایل گفته رو قرارداد مذاکره نکن. بکن. اگه یه جایی دیدی مشتری حرف درست حساب میزنه باش تعامل کن. اجایل جایی نگفته داکیومنت نکن. اتفاقا کامپرهنسیو داکیومنتیشن داشته باش، ولی بیا سراغ مدرن داکیومنتیشنی که تو ورکینگ سافر حالا راجعش صحبت میکنیم. جایی نگفته پروسس اند تولز بده، گفته جایی که بین آدم‌ها و تعاملاتشون و پروسس اند تولز ترید آف میکنیم، قش کن سمت آدم‌ها، چون این آدم‌ها می‌خوایم فرآیند رو اجرا کنن. آدمان که می‌خوان از این ابزار استفاده کنن. پس نمیگه جایی فالوینگ پلن نداشته باش. حتما خوبه تو نقشه راه داشته باشی. اگه بتونی یه روزی 70% اون نقشه راهو میت کنی، احتمالاً با دستای اون کسایی که پلن کردن رو ببوسی. اما عمده دنیای نرم افزار این شکلی که تغییرات به سمت ما میاد. پس ریسپاندینگ تو چینز مهمتر از اینه که تایت باشیم بگیم نه ما تا آخر سال پلنمون مشخصه، آقا تا آخر سال می‌خوای همون پلن رو ادامه بدی، بازار اینوری رفته تو می‌خوای همون وری بری، خب همین الان فیل رو در آغوش بگیر دیگه، تموم کارت دیگه. خب اینو حالا بعداً اونایی که دستشون آوردن بالا برن یه مکاشفه‌ای روش داشته باشن ببینن چه دنیای جدیدی میتونه براشون باز کنه. من برگردم به حرف خودم. بله خیلی سوال خوبیه. نه آره دیسترکشن بحث هست ولی من تعمدن میخوام راجعش صحبت بکنم چون بحث جذابی. تکنیکال دت کیا باش آشنان؟ یکی تعریفش کنه. خودت بگو. بچه زرنگ کلاس تویی. چی به چی برسونی؟ برای مثلا یه فیچری میخواد شما میتونی مثلا یه کد کثیف بزنی و اون رو برسونی توی مثلا یه اسپرینت در صورتی که دپت ایجاد تایم تو مارکت، یعنی بین کوالیتی و تایم تو مارکت ترید آف میکنم. یه رویکردی اسمش میگن TDD یعنی چی؟ تست دریون. نه من اینجا میگم توف دریون دیولپمنت. توف میزنی فقط بیاد بالا. به این میگن تکنیکال دت. حالا بعد یا خوبه؟
یه دقیقه جواب همه سوالای دنیا بستگی داره است، به خاطر اینکه تنها اصل قطعی تو دنیا اصل عدم قطعیت هایزنبرگه. خوبه بده؟ قطعاً برای پروداکت، یعنی برای اینکه اون سازمان زنده بمونه شما باید خب اون فیچر رو برسونید. میگی خوبه؟ من اگر که بگم حیاتی باشه بعد خوبه. کیا میگن بده؟ نه یه دقیقه بذار رأیمون رو بگیریم. کیا میگن بده؟ بده. شما میگی بده. چرا بده؟ به شرطی که از قبل مشخص باشه دیگه، یعنی سرتینیتی خوبی داشته باشیم تو اوضاعمون. مثلا شما اگه وارد یه صنعتی بشید که مثلا اون صنعت توش یه ردوشنیه که همه مثل کوسه دارن همو میخورن و هر روز باید یه اینویشن جدید داشته باشی، نمیشه احتمالا این کارو کرد. درسته؟ به سرعت بیزینسه، چون حجم مشتریت بیشتره، مشتری بی تو سی اکسپریانس کمتری. تو هم بگو تا من برگردم. پس وایسا تا برسم بهش، چون میدونم می‌خوای چی. شما هم بگو. به نظر من میتونه بد باشه. آها. بدهی میاره پشت سر. دیوابسی همیشه میگن بده دیگه. چون اپریشن هزینه داره براشون، راست میگن. حالا بیا بگو. جان. یه مثال میخوام بزنم از دیوار. اون موقعی که دیوار و شیپور. تو خودت تو دیوار بودی؟ چرا دیوار پا مثال؟ مدیرت. خب. تو شرکت دیوار بوده دیگه. آها. دیوار و شیپور توی رقابتی بودن که یکی اول بیاد وارد بازار شه و دیوار با همون توف زدن ها اومد اول وارد بازار شد و یه مدت خیلی طولانی بابت ریفکتور از اول زده بودن، ریرایتینگ. فرست پلیر همیشه وینر مارکت تو شروع. فرست پلیر. خب. آره و این داستان پیش اومد که اونا خب تونستن بازار بگیرن از یه جهت دیگه یه سری بازارها هم هستش طبق شمایی که گفتین خیلی زیاد هستن رقبا و نمیشه خیلی بد وارد بازار شد و بعد اون آپدیت کردن خود محصول در نظر بگیریم که من اگه میدونستم بحثو میخوای بیاری اینوری فریم ورک کانوی رو میذاشتم تو اسلایدر روش صحبت کنیم. خب ولی حالا میخوایم بخوام دیگه کنیم. تکنیکال دت رو یه عده میگن خوبه، یه عده میگن بده. تکنیکال از سرش بردارید. دت بدهی دی ای بی تی. بدهی خوبه بده؟ تا حدی خوبه. من به تو یه وام میدم 5 میلیارد 10 ساله باز پرداخت، نمیخوای؟ ضامنم خودمم. پس بدهی بدم نیست. من به تو یه وام میدم 1 میلیارد 60% هم سودشه، 6 ماه هم باید پس بدی، میخوای؟ دیگه یه جوری گفتم 60% دیگه تورم چیکار میخواد بکنه با تو که تو 6 ماه 60% تورم از رود رد شه. اصل اقتصادی معروف هست از هم بدهی‌های فریز رو اگه بدی تبدیل دارایی عمل کنی بکنم خوب آره نه من اقتصاد نخوندم. منم چون نخوندم نظری نمیدم. اقتصادی معروف در مورد همین که هر بدهی خوب یا بد باشه هست. معمولا سر کلاسایی که میخوان تکنیکال دت یاد بدن میگن که امرو بهت 1000 تومان بدم بیشتر دوست داری یا سال دیگه 2000 تومان بهت بدم، و راجع به میشه ساعت‌ها بحث کرد تو کانتکست های مختلف. یعنی با تورم ژاپن یه جواب داره، با تورم ایران یه جواب داره، یا هر چیز. بیا برگردیم سر بدهی. اگر بدهی شرایط بازپرداختش خوب باشه خوبه. اگر بدهی فنی شرایط بازپرداختش خوب باشه خوبه. وارد کانینگهام اومد تو دهه 90 هم یکی از این بزرگا اون این کلمه رو آورد توی صنعت نرم افزار، گفت تکنیکال دت، بدهی فنی. گفت این انالوژی بین توسعه نرم افزار و بدهکار شدن و وام گرفتن وجود داره که تو یه وقتایی آگاهانه بدهکار میشی و میدونی باید یه روزی پرداختش کنی، اما اگه اون روز پرداختش نکنی چی میشه؟ باید با سودش پرداخت کنی. پس تکنیکال دت خوبه عزیزان. چرا؟ چون تایم تو مارکت رو کم میکنه. اما کجا بده؟ اونجایی که روی کرده تیم بشه توف دریون دیولپمنت. این زیر دهنت مزه کنه فقط میری وام میگیری، فکر باز پرداختش نیست.
یه سری تکنیک وجود داره برای بازپرداخت تکنیکال دت. آخر بحث اگه رسیدیم میتونیم کوادرانتش رو بکشیم با هم ببینیم. خب اگه نمیتونیم موضوع یه تاک دیگه باشه، میتونیم بعد جلسه وایسیم با هم صحبت کنیم. من میترسم به تایم باکسمون نرسیم. اما بخوام جمع‌بندی قطعی رو بگم، مهمترین کار تو ترید آف کردنه به عنوان سافر دیولپر. تایم تو مارکت رو می‌بینی، عمق این تکنیکال دت هم می‌بینی. میبری تو اون فریم ورکی که حالا بهش میگن مارکتینگیا بهش میگن BCJ مثلا فریم ورک. خب تو اونجا 4 قسمت داره دیگه، یا ستاره است یا گاو شیرده یا کوئسچن مارک یا سگه. تعیین می‌کنی که سوریتی این تکنیکال دت چیه. بر اساس اون میپذیریش، نمیپذیریش، یا اصلا مثلا اگه فرض کن من میخوام یه فیچری رو ببرم بالا، فرض کن من اپلیکیشن اسنپم، میخوام یه فیچری رو ببرم بالا که میدونم اگه اینو ببرم بالا یه تغییری باید مثلا بچه‌ها رو ردیس بدن که ممکنه یه چیزی بیفته اونجا که مثلا من نتونم کانکارنت کاستومرای قبلمو ساپورت کنم، میبرم بالا. این تکنیکال دت نیست، این خودکشیه. اما میدونم که یه فیچری هست، الان یه توف میزنم 6 ماه دیگه این فیچر قرار به جاشو بگیره. اون موقع هم که برسم سرش این کد رو میخوام بشینم ریفکتور کنم. دیزاین پترن فلانم بلدم، میدونم این پرینسیپل هم نقض میکنه، ولی الان یه توف میزنم بیاد بالا. اینو برندارم؟ برمیدارم. پس دو تا چیز مهمه. ولیویی که تایم تو مارکت برات میاره، سوریتی که اون تکنیکال دت داره. ترید آف کردن اینجا کار سختی نیست، به شرطی که ببریش تو اون فریم ورک. برگردیم به بحث. متشکرم. یادتونه راجع به 4 تا جونور پرسیدم کی اجایله؟ این 4 تا جونور چی؟ این کمپانی‌ها کدوماشون اجایلن به نظرتون؟ کیا میگن غیر مایکروسافت؟ پس هممون الان به یه درک درستی از اجیلیتی رسیدیم. اجیلیتی راجع به بقاه، نه راجع به سرعت. سر تا سر اجایل مانیفستو رو بخونید یه جا کلمه سرعت رو گفته، اونم گفته سرعت پایدار. یعنی اگه کندی، اگه آهسته‌ای پیوسته باش. سرعتت وقتی داره کمتر میشه هر روز، اون تکنیکال دیتا یقتو گرفته. اگه داره کمتر میشه باعث میشه دیگه نتونی تغییرات رو بپذیری و اونجاست که حالا باید بیای اکشن براش بگیری. اما اگه داری پیوسته پیش میری، کی گفته کندی؟ خیلی پلنگی برو حالا فرآیند اپتیمایزیشن رو ران کن، ولی اوضاع خوبه چون ساستینبیلیتیه. این عزیزان اگر ببینید وقتی مارکت گوشی تلفن همراه عوض شد و اپل در واقع کی بود صاحبش؟ استیو جابز. استیو جابز اومد، خدا رفتم شما رو می‌آموزه. وقتی استیو جابز اومد و در واقع اینویشن آیفون رخ داد، آیفون میدونی با چند تا تکنیکال دت اومد بالا؟ اولین نسخه آی او اس کانتکتش سرچ نداشت. اسم شما چیه؟ علی محمد نژاد. می‌خواستم پیداش کنم باید اسکرول می‌کردم تا ام. ولی پدر اینا رو در آورد. چرا؟ اون ایده رو زودتر داد تو مارکت. تکنیکال دت یعنی این. حتی رو فیچر. چه لزومی داره من فول فیچر لانچ کنم؟ کمپ میدونید چیه دیگه؟ کمین محصول پذیرفتنی، همون MVP مینیمم وایبل پروداکت. دنبال MVP دادنیم برای اینکه تایم تو مارکت رو کم کنیم. توی این MVP دادن کلی تک دت به وجود میاد. چیزی که تو گفتی دیگه اسمش تک دت نیست. دیوار هوشمندی داشته. گفته اول لانچ میکنم که رقیبم نیاد، میندازم دور یکی دیگه مینویسم. این کارو کردن. یا تو ریفکتور هم نکردن. یعنی اینجوری بود که فقط بزن بیاد. چرا؟ چون تایم تو مارکت مهم بوده. برگردم به حرف. کدوم یکی این کمپانی اجایل بودن؟ اونی که زنده موند. وقتی تغییری اتفاق افتاد زنده موند. پس باز مسئله تغییره. مایکروسافت چجوری زنده موند؟ و این مایکروسافت ویندوز فون نداشت، او اس خوبی هم بود، من استفاده می‌کردم. چجوری زنده موند؟ بیخیال شد. پیوت کرد رو اژور. الان اژورش از AWS رونیوش بالاتره. بیزینس رو پیوت کرد. فست فیلیر داشت. اجایلیستا فست فیلیر دارن. زود فیل میکنن. زود میفهمن که باید بیخیال شن. زود میفهمن این فیچر کار نمیکرده. بکش زیرش یکی دیگه. تغییر. در مورد ویندوز فون کی گفت؟ نادلا گفت؟ من نخوندم. ولی خب الان که داره سرفیس 2 رو مثلا ببین تایم جذابی بود اون موقع مایکروسافت. استیو بالمر بود دیگه. بالمر اکاونتنت بود، حسابدار بیل گیتس بود. هنرش هم پرزنتیشن بود. بیاد اون وسط بزنه و برقص و اینا. یهو شد چی شد؟ مثلا تاس انداخت اینا. حتی بیشترین استاک شیر رو داشت اون موقع تو مایکروسافت. بعد از رفتن بیل گیتس دیگه صاحب شد.
و خب دوران افول مایکروسافت بود، سمت اوپن سورس نرفت. اصلا یکی از ویژگی‌های نادلا همین اجیلیتیش بود. اوپن سورس اوورد، شروع کرد رو لینوکس فرندلی کرد، اون تایت کرده بود فریم ورکش رو به او اسش و داشت شکست می‌خورد تو مارکت و خیلی چیزای دیگه. این زنده موند. حالا یا اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، الان زنده مونده. خب اینا چیکار کردن؟ اینا به اون فالوینگ پلنه ادامه دادن. با تغییرات خودشون تغییر ندادن. یا نخواستند یا نتونستند. پس اجیلیتی راجع به بقاه. حالا برگردم به سوال اول که گفتی شاید جواب نداره. سوال دیگه هم بپرسم اینجا. جان. که الان باید مثلا با پروداکت اونرها یا منیجرها می‌بینیم یا صحبت می‌کنیم با دیولپرها، معتقدن که امبد الان رویکردش رو عوض کرده و به رویکرد اینکه بهترین اکسپریانس رو به یوزرش بده منتقل شده. سعی می‌کنیم که با تغییرات همراه نشه، ولی وقتی که تغییر ایجاد می‌کنه بهترین تجربه اون تغییر رو به کاربر میده، مثلا ایرپادا یا چیزای دیگه‌ای که الان مثلا داره ارائه میده. و خب این به نظر شما الان سال 2023 شاید اون بقای هنوز باید رویتون باشه یا بهترین اکسپریانسه بسته به بیزینسی داره که استارتاپ باشه یا مینتین شده باشه. ببخشید من یه خورده تو ذهن خودم سوال خوبیه. بلند فکر می‌کنم، ولی خب مثلا اکثر ما فکر نمی‌کنم استارتاپ مثلا دیولپر باشیم، چون اگه بودیم الان وقت نداشتیم که مرخصی بگیریم احتمالاً تو این دوره خدایی نکرده. و داشتیم کد می‌زدیم و توی بیزینس‌های هستیم که احتمالاً یا مینتینن یا به سود رسیدن. بازم من عذرخواهی می‌کنم وقت جمع گرفتم، ولی خیلی تو ذهنم. ببین استراتژی محصول به اینکه اون محصول توش استیجی ربط داره. خب اگر من چون ریفرنس ندارم به حرف تو استناد میکنم، اگر اپل همچین استراتژی داره، استراتژی غلطی نیست. من ارجاع میدم به سهیل علوی که تو طبقه 16 اوکی. میگم من چیزی ندارم، یعنی میگم اوکی همراه هم با تو. اگر همچین استراتژی غلطی نیست. چرا؟ مارکت شیر رو گرفته. دنبال چیه؟ دنبال اینویشنه. اینویشن از طریق چی؟ از چیزی که چرن کاستومرش رو کم کنه. و وقتی خودش رو با کامپتیتورش مقایسه میکنه، میبینه بهترین میبینه مزیت رقابتیش اکسپریانس، پس میره سمت اکسپریانس. یه زمانی دنبال یونیفرم دیوایس بود، الان اونم بیخیال شده. پس اونم داره تغییر میده مایندستشو. امروز استیج این محصول اینه که اکسپریانس خوب بدیم، اما تو یه جا همصفحه ایم. بازم تغییر داره میده. منتها تغییره رو به قول تو از کاستومر فیدبک نمیگیره که من مخالفم، داره بر اساس در واقع فورس کردن یه نیو اکسپریانسه. از دید اون دیولپری که نشسته بود اونجا هر خیاطی دستش بود، باز تغییره دیگه. یعنی اونم داره تغییر میده. بقاش ختم میشه دیگه، یعنی وقتی اکسپریانس بهتری بده مشتریشو. موضوع بقاه. چون داره بازارش رو حفظ میکنه. خب حالا ممکنه مثلا فرض کنم من بیام از علی بابا مثال بزنم. استراتژی ما تو پرواز چون دامیننسی مثلا بازار رو داریم اینه که حفظ کنیم. استراتژی ما تو هتل به خاطر اینکه می‌خوایم اکسپاند کنیم اینه که رشد کنیم. آیا این دوتا محصول باید نسبت اجیلیتیشون به هم یکی باشه؟ یکیشون کاستومر فیدبک میشینه، یکیشون میره مثلا میچسبه به اون چیزی که ساستینبیلیتی بازار رو براش تامین میکنه. پس کاملا بستگی به این داره که اون محصول تو چه استیجی استراتژی بر اساس اون میچینی. اما تو دلیوری لیر وقتی نگاه کنی تغییری که داره میاد. روت کاز این تغییر ممکنه استراتژیت باشه، ممکنه دایرکت فیدبکت باشه، ممکنه اینسایت از فیدبکت باشه، ممکنه اینویشن باشه. تو تغییر رو داری. اون جایی ما می‌خواستیم اون ویش سیرکل رو چاک بدیم که ما دیولپرها می‌خواستیم ولکام تو چنج بشیم و حالا فاز دوم که صحبت می‌کنیم. جان ترسم نرسیم ولی بگو. یه سوالی که داشتم، می‌خواید یه کاری کنیم ببندیم بعد سوال کنیم. ها که بسته بشه بس. ببخشید من تو رو زدم. برگردیم به سوال اولمون. بین این 4 تا جونور کدوم اجایل بودن اگه موضوع بقاه؟ شترمرغ چرا؟ قشنگ بود. بهش میگی تخم بذار میگه من شترم، میگی بار ببر میگم مرغ. این بیشتر چال کنه تا اجایل البته. من چون پروفایل ندارید میگم این بزرگوار 65 میلیون سال همین شکلیه. قبل آیس ایج شاخ هم نداشته، خز هم نداشته. آیس ایج که شد خز در آورد. بعد یه رقیبی پیدا شد براش خیلی شاخ بود، اینم شاخ در آورد.
خودش رو تغییر داد و 65 میلیون سال زنده است این نژاد. یوزپلنگ گزینه انحرافیشون سرعتش بیشتره، شترمرغ هم همینطور. اما یوزپلنگ فقط میتونه 65 ثانیه با سرعت 100 کیلومتر در ساعت بدوه، بعدش خسته میشه، نمیتونه. پس ساستینبل نیست، پس اجایل نیست. شترمرغ همینطور. چال کنم هست. کی بود؟ تو بودی. عقاب. نظرتون راجع به عقاب چیه؟ چه پلنی داره برای اینکه خودش رو زنده نگه داره؟ ولی میزننش. پس موضوع اجیلیتی موضوع بقاه. استارتاپی یا یونیکورنی فرق نمیکنه. فانکشن اصلی تو بقاه. نوروساینتیست‌ها میگن که مغز برای یک کار طراحی شده، بقا. دیدی شما وقتی مثلا قندت میفته قش میکنی، چرا قش میکنی؟ همه فانکشن ها رو خاموش میکنی، میخوام زنده بمونم، هیچ کار دیگه ای ندارم. شما دنبال بقایی، پس با این شرایط گزینه دی چابک‌تر بود. خب یکیش این بود که عزیزان بیایم ولکام تو چنج باشیم و مایندستمون رو عوض کنیم. بچه‌ای که این پشتن یه صده آقای میثاقی خورده فکر کنم. یه فرقی بین صنعت مهندسی نرم افزار و سایر مهندسی ها هست. این صد رو ببینید، ما اینو میسازیم تموم میشه. میشه عوضش کرد؟ تهش بتونی کفش بتون تزریق کنی، 2 تا چسب زخم بزنی. میشه دیوارش رو کوتاه‌تر کرد، بلندتر کرد، 6 ضلع ایش کرد. سافر چی؟ اونی که این موس و کیبورد داد دست ما هر روز از ما انتظار تغییر تو این صنعت رو داشته. فرق مهندسی نرم افزار با سایر مهندسی‌ها تو همینه. ما از متریال استفاده نمی‌کنیم که گرون بشه. اینجا سیمان و بتون و میلگرد و نمیدونم هر چیزی من بلد نیستم، شما بهتر از من بلدید. کارشناسا اونجا میتونیم بگیم بیان دارن حیاتو میسازن. از اون متریال استفاده میشه. پس تغییر توی اون هزینه‌اش فوق‌العاده زیاده. انقدر زیاده که دیگه میگیم فیزیبل نیست. تو صنعت نرم افزار هم هزینه تغییر وجود داره ولی هنوز فیزیبله و هر روز داره فیزیبل تر میشه چون تکنولوژی داره بهتر میشه، تکنیکای ریفکتورینگ میاد، کلین کد یاد گرفتیم و هر چیزایی دیگه که میخوایم راجعش صحبت کنیم. فرض کن شما یه ماشین داری، $100 میندازی توش، $100 خونه تو ریدیزاین میکنه از نظر تعداد اتاق. 2 تا اتاق خواب داری. امشب هم تولدت، قراره مهمون بیاد سیبیل به سیبیل بشینه. $100 میندازی توش، اتاق خوابا رو حذف میکنه، سالن رو بزرگ میکنه. مهمون قراره شب بمونه، سالن رو کوچیک میکنی، اتاق خواب براش اضافه میکنی. $100 دیگه. بچه به دنیا میاد، یه اتاق خواب اضافه میکنی. بچه رو شوهر میدی، اتاق خواب کم میکنی. خب این فیزیبله؟ نه. ولی تو صنعت نرم افزار با همون $100 فیزیبله. پس فرق ما با سایر مهندسی‌ها تو اینه که ما مجبوریم ولکام تو چنج باشیم چون کاست آف چنج رو میتونیم مدیریت کنیم و فیزیبله. تو سایر مهندسی‌های امکان وجود نداره یا اگه داشته باشه با کاست خیلی زیادی وجود داره. اما میدونیم که تغییر رایگان هم نیست. به هر حال تغییر هزینه داره. این تغییری دیولپری میخواد انجامش بده، این دیولپر هم ماشاءالله خوب حقوق میگیره. و ممکنه 3 ماه هم طولش بده، ممکنه 1 ماه هم طولش بده، ممکنه 2 سال هم طولش بده. پس کاست داره. اولین چیزی که یاد گرفتیم این بود که نسبت به چنج ولکام باشیم. کالچر رو عوض کنیم که آقا آخ جون چنج. فرصت جدیدی به اسم چنج. ما دوست داریم چنج رو انجام بدیم. اما دومیش چیه؟ بیاید یه کاری کنیم هزینه تغییراتمون هم بیاد پایین. اول میپذیریم که آقا تغییر اتفاق میفته، پس در آغوش میگیریم تغییرات. راه دیگه که نداریم. نیسانش رفته. فیدبک لوپ اون هرچی کوچیک‌تر باشه، کانسیکوئنس تبعات تغییراتمون کمتر میشه. چرا؟ تو بعد 1 سال وقتی میای یه انبوهی از پیشنهادات مشتری رو بررسی میکنی، میگی این فیچره دیگه اون فیچره نیست، بچه‌ها بیاد بکوبیم از نو بسازیم. کار به ریدیزاین میکشه. اما وقتی 3 هفته بعد میشنوی میگه دکمه رو فقط میخواد قرمز کنه، بچه‌ها چقدر کار میگه از زدم رو استیج برو مثلا حالش شده. میخواد مثلا این محاسباتش اینجوری باشه. وقتی فریکوئنتلی داری فیدبک میگیری و چنجش میدی، دامنه تغییراتت کوچیکه و تبعاتش کمه. چرا؟ چون تمیز انجامش میدی. تو اگه بخوای یه فیچر رو شخم اساسی بزنی و مثلا 1 ماه وقت داشته باشی، هیچ راهی جز توف دریون دیولپمنت نداری. اما اگه
1 ماه وقت داشته باشی و حجم تغییراتت کم باشه، خوشگل براش تست می‌نویسی، کد تمیز می‌نویسی، بهترین دیزاین، یه جایی میری آرکیتکچر ریفکتور انجام میدی و هر چیزی که خودتون بلدید بهتر از من. سومیش میدونیم که تغییرات رایگان نیستن، پس بیایم یه فکری بکنیم برای اینکه هزینه تغییرات رو کم کنیم. بگید هزینه تغییرات چیه؟ چی؟ زمان خودش هزینه است. چه چیزی باعث هزینه تغییر؟ یعنی چه چیزی باعث میشه این زمان کوچیکی بزرگ بشه؟ چون ما این شکلیم که تو صنعت نرم افزار عمده هزینه پیروله. دیولپر پول میگیره دیگه. تجهیزات و اینا بچه‌ها اونجا گردن گرفتن، تو کپکس میارن کارو در میارن. چی؟ میزان تغییرات یعنی حجمش. خب حجم هر چقدر این خطیه، حجم هر چقدر بیشتر باشه هزینه‌ش هم بیشتر میشه. راجعش صحبت کردیم. هر چه زودتر فیدبک بگیریم هزینه‌ش هم کمتره. چه چیزایی باعث میشه تغییراتون پرهزینه بشه؟ پروژه چقدر پذیرای تغییر باشه، اون استراتژی کالچر. باشه. آها یه بار دیگه بگو. استراتژی درست توی پیاده سازیش از اول انجام شده بود. یعنی میگی اون پایین یه چیزایی ترتمیزه، از اول درست پیش بینی کردن، کلید پریزا رو بیرون گذاشتن، الان میشه یه کارایی کرد. اگه نه همه چی رو تو کار کشیدن، الان پدرمون در میاد بریم درستش کنیم. یعنی استراکچر کد، یعنی دیزاین، یعنی آرکیتکچر، یعنی فریم ورک هایی که استفاده کردیم، یعنی دیپندنسی بین کامپوننت ها، یعنی کاورج تست. اینا میشه اون چیزایی که هزینه تغییره دیگه. اون چیزی که می‌خواستیم از اول نمیدونستیم. نه میدونیم چیه ولی خب بهش نمیرسیم. چرا بهش نمیرسیم؟ بذار اینو ببندم. چرا بهش نمیرسیم؟ شاید ممکنه نتونیم فیچر رو اد کنیم. چرا نمیتونیم؟ چون امکان داره داریم از تکنولوژی جدیدی استفاده کنیم. ماجراجویی کردیم. آره تخصص نیروی فنی. بگو. آن تو بودی. بگو. محیط یعنی چی؟ آها یعنی ویسکازیتی داریم توی انوایرمنت استقرارمون. یعنی روون کار واسکازی شنیدی میگن روغن کاری نشده از اون پایین. سی آی سی دی مون کار نمیکنه، محیط استیج نداریم. با شما نه بچه‌ها برید درستش کنید. خب بگو. فکر کنم یه نابلدی باعث زمان زیاد میشه. زمان همونجوری که شما گفتید هزینه داره. نابلدی تو تخمین زدن؟ نه توی خود اجرا کردن پروژه و دومین موضوع وسواس فکری داشتن بازم زمان رو زیاد میکنه، زمان هم هزینه داره. فکر می‌کنم یکی از مواردی که باعث میشه هزینه تغییر بره بالا درگیر کردن ذی‌نفع‌های پروژه توی محصول. زمانی ما متوجه میشیم که مثلا اون فیچر ما اون شکلی نمیخواد که روی اون بیس مثلا 1000 خط کد دیگه هم زدیم. اگر مثلا از فیدبک لوپمون بزرگ شده. صفحه لاگینمون رو میدید میگفت اینو نمیخوام، بر اساس اون اماری رو من نمیچینم جلوتر. طبیعتا اگه ما دیر فیدبک بگیریم هزینه تغییراتمون زیاد چون حجمش زیاد میشه. نو استک تاثیر داره؟ کاری هست که با دات نت بشه کرد با 10 دقیقه؟ کار در میره. کاری هست بشه با دات نت کرد با مثلا نود نشه کرد؟ انجام شدنش میشه ولی باز هزینه تغییره که آیا تغییر کنیم. خب یه جمع‌بندی کنیم چون 10 دقیقه است. ببین این چیزایی که من به ذهنم رسیده، این چیزایی که شما میگیدن میشه بهش اضافه کرد. کد کثیف داشتن هزینه تغییر میبره بالا. تو جلسه پلنینگ به استاد میگیم که چقدر طول میکشه، اونو میگه بعد برام اون کلاس رو درست کنم. میگم خب چشه؟ میگه کلاس رو میشه درفت توش دست به هر جاش بزنی یه جایی میترک. بیزینس ریکوایرمنت و منطق کسب و کار خوب درک نمی‌کنیم. احتمالاً یه سری داکیومنت نداشتیم که بر اساس اونها بتونیم درست درک کنیم یا ارتباطمون با ذی‌نفعان بیزینسیمون کم بوده. ریدیزاین، خود ریدیزاین هزینه است. آقا من برای اینکه بتونم روی این ویرانه یه چیزی رو بسازم باید اول تمیزش کنم. این خودش 2 اسپرینت کار، بعد میرم والا اسپرینت بعد کار جدید رو برمی‌دارم. این خودش هزینه است دیگه. 2 اسپرینت هزینه داشت دیگه. تست کردن ساید افکت‌ها. چنجر رو زدیم مثلا تو لاگین یه تغییری دادیم می‌بینید درگاه پرداخت کار نمی‌کنه. پیدا کنید پرتغال فروش رو. می‌بینید اون زیر یه چیزی به یه چیزی ربط داشته که دیپندنسی بای تری که اتفاق افتاده اینجوری شد. چی؟ اون کامنت رو نباید پایین. شاید یارو لاین اف کدش حساب کرده. خب
میخوام راجع به کرافمنشیپ صحبت کنم. کرافمنشیپ راجع به کم کردن هزینه تغییرات. اما راجع به کلمه‌اش خود چکش بزنیم. کرافمنشیپ یعنی استادکاری. این استاد مهندس متالورژیه. میدونه که چه درصدی از آهن رو با چه درصدی از کربن و اکسیژن و چه درصدی از قلع و روی اگر ترکیب کنیم یک فولاد با کیفیت فلان میدهد و میزان چکشخواری آن انقدر و دمای ذوب آن انقدر و بزرگوار بیا یه اسب بدم من نعل کن. میتونی؟ نمیتونی. این بزرگوار کرافتمنه یا کرافت وومنه. بهش میگیم که یه اسب رو نعل کن. چاکریم. تموم. آلیاژش چی بود؟ چه میدونم چی بود. کدوم ارزش بیشتری خلق کردن الان؟ اگر نیاز من اسبه بوده باشه. استاد کاره. آیا سافر انجینیرینگ تموم شد؟ سافر انجینیرینگ هست. مثال AI بزنم. کیا از LLM استفاده کردن تا حالا مثلا؟ خودتونم LLM نوشتید تا حالا؟ خودت یه مدل درست کردی؟ مدل رو ترین کردی. تو کرافتمنی، اون ریاضیدانی که مدل رو طراحی کرده انجینیره. گرفتی چی شد؟ ما انجام میدیم کارو. سافر انجینیرینگ هست و قرار نیست از بین بره. اما کف دلیوری دیگه نیست. کف دلیوری کرافتمنشیپه. استادکاریه. استادکاری یعنی یه سری پرکتیس، یه سری پترن، یه سری پرینسیپل و تجربه. شما نمیری دانشگاه نعل کردن اسب یاد بگیری. بغل یه استادکار دیگه وای میستی، چکشو کج میزنه، میخو اینجوری میزنه، از اون یاد بگیری. دنیای کرافتمنشیپ قراره بشه و خودمون رو باید آماده کنیم برای کرافتمن. یه فرق دیگه اینجا هست. فرق اینه که تو مهندسی همه چیز میشه اندازه گرفت. تو سافر نمیشه اندازه گرفت. اگه یه روزی پیدا کردی یه تیمی که 70% رودمپشو میت کرده، مجسمه‌شون رو بذارید بیاین بپرستیمشون. چون دنیای آنسرتینتیه، چون چنج فریکوئنتلی داره به سمت ما میاد. پس ما مجبوریم تکنیک هایی رو یاد بگیریم که هزینه تغییرات رو هر روز کمتر بکنه. یه مانیفستو نوشتن عزیزان آنکل بابینا، اسمشو گذاشتن در واقع سافر کرافتمنشیپ مانیفستو. میگه not only working software but also well crafted software. یعنی نه تنها working software بدیم، working softwareی بدیم که خوب طراحی شده باشه. بشه بعداً تغییرش داد. اگه توف زدم حواسم باشه توفش رو درست کنم. اگه نمیدونم در آینده میخواد چی کار کنم، انجامش ندم. سیمپلیسیتی یعنی همین دیگه. سیمپلیسیتی یعنی هنر به حد اکثر رساندن میزان کاری که انجام نمیدیم. پس اگه من پروداکت منیجرم نمیدونستم ما باید میخواد چیکار کنه، انقدری که میدونه رو انجام میدم. نمیام یه دونه مثلا اینترفیسم اینجا اکسپوز کنم و اگه فردا خواست اون کارا رو بکنه اینترفیس رو ایمپلیمنت میکنم، اینجکتش میکنم این تو، مثلا یه دونه استراتژی پترن کردم توش که فلان اتفاق افتاده. نه، فقط داری پیچیده‌اش میکنی. فردایی که تو مهاجرت کردی مثلا همتون، یکی دیگه اومده جات نشسته، فقط انواتتو یاد میکنه. میگه برای چی انقدر این کد پیچیده است؟ چرا؟ چون تو رفتی دنبال یه needless complexity. needless complexity اذیت کنه برات. Not only responding to change but also steadily adding value. نه تنها به تغییرات پاسخ بدیم، بتونیم مرتب اضافه کنیم ارزشامون رو، بتونیم value deliver کنیم. باز تغییرات، اگر تو کاست تغییرات کوچیک نگه داری، میتونی مرتب فیچر بدی. نمیرسیم. آخر سر. Not only individual and interactions but also a community of professionals. به خاطر اینکه کرافتمن تجربه است. کرافتمنشیپ تجربه است. تجربه رو از کامیونیتی یاد میگیری، نه از کتاب. میری میگی که شما پایتونید، میگه آره، میگه فلان چیز از فلان لایبرری استفاده، میگه آره چه جوری بود، میگه آ مموری لیکیج داره پدرمون در بده. خب هیچ. شما چیکار کردید؟ ما اینجوری. خب ما میریم همون کارو میکنیم. کاستش کم شد دیگه. تجربه کامیونیتی داری استفاده میکنی. Not only customer collaboration but also productive partnership. شما اشاره کردی. فکر میکنی اگه میخوایم با استیک هولدرهای بیزینسی در ارتباط باشیم با چه اینتروالی بریم سراغشون؟ تو رویکرد اجایل تو بند 4ش نوشته business people and developers daily، روزانه باید با هم دیگه کار کنن. یعنی تو هیچ وقت از ضعفت جدا نمیشی.
چرا؟ چون میخوای هزینه تغییرات رو کم کنی. محمد اینو زدم اینش اینجوریه، نه بابا این فردا بره تو سیستم حسابداریمون میترکه، نمیزنمش. چرا برام بزنمش بعد بخوام دوباره اون چیزی که زدمو خراب کنم؟ چجوری میشه هزینه تغییرات رو کم کرد؟ یه سری پرکتیس وجود داره تو سافر کرافتمنشیپ، میتونید برید راجعش بخونید. کلین کد آخرین زبون برنامه‌نویسی دیگه، یعنی بعد از این هر زبونی بیاد بازم کلین کد زبون آخره، چون تو هر زبونی رو بخوای باش بنویسی باید تمیز بنویسی. کدم از روز اول تمیزه، وقتی تغییرش میدیم کثیف میشه. بو اسکاوت رول رو کیا شنیدن؟ بگو چیه؟ یه گروه پیشاهنگی بودن تو آمریکا، مرسی، یه گروه پیشاهنگی بودن، دانش آموزان بودن. اینا طرفدار محیط زیست بودن، میرفتن توی طبیعت کمپ میکردن، شعارشون این بوده روزی که ما وارد طبیعت شدیم و روزی که ما داریم خارج میشیم، اون روزی که خارج میشیم طبیعت تمیزتر از روزی که وارد شدیم. یعنی نات اونلی آشغال نمیریزیم، با تالسو 4 تا ور میداریم. یعنی نات اونلی قبل از اینکه کدو پوش کنم تمیزتر از اونیه که پول کردم، کد کثیف اجرا با تالسو تمیزتر از لحظه‌ای که پولش کردم. این وقت تو صنعت نرم افزار شد پرینسیپل اصلی هر دیولپر، فقط کافی به همین یه چیز توجه کنه. دارم کامیت میکنم، پوشش میکنم بره تو سی آیم، تمیزتر از قبله. اگه اینقدر تمیزتره بهتره، اگه کثیف‌تره نکن این کارو، چون یه روزی میرسی به اونجا که دیگه نمیتونی ادامهش بدی. بله مثلا دو اسکات رول توی همون هست. ریفکتورینگ، تکنیک‌های ریفکتورینگ رو باید یاد بگیریم. چند مدل ریفکتورینگ بلدید؟ 9 مدل تو کتاب فصل 3 کتاب مارتین فالر، ریفکتورینگ، به قول خودش ریفاکتورینگ. توی اونجا هست، برید ببینید. مثلا لیتر پیکاپ ریفکتورینگ یعنی چی، لانگ ترم ریفکتورینگ یعنی چی، تی دی ریفکتورینگ یعنی چی. هدف اون از ریفکتورینگ که رفتار کد عوض نشه اما استراکچرش عوض بشه. چجوری میتونم رفتار کد رو تضمین کنم عوض نمیشه ولی استراکچرش عوض میشه؟ تست. پس تست هم می‌نویسیم. تست می‌نویسیم که ساید افکت تستامون رو ساید افکت تغییراتمون رو بتونیم تحت کنترل قرار بدیم و فرصتی برای ریفکتورینگ برامون باز بشه. نمیگم الزاما تی دی، من تی دی کار می‌کردم هر وقت کد می‌نوشتم، اما تست فرست بودم، اینجوری بگم دقیق‌تر. اما نوشتن تست دو تا مزیت داره. یک، دامنه تغییرات رو تحت کنترل ما قرار میده. دو، بهترین داکیومنت برای نرم افزار تستشه. گیرکین رو کیا شنیدن؟ کار میکنی. یه روی کردی هست BDD مثلا ATDD با ادبیات گیرکین می‌نویسنش. تو فرض کن میگی given کاستومر اومد این کارا رو کرد. when من این کارو بکنم then باید اینجوری بشه. بیزینس رو این بهتر میشه داکیومنت کرد. اما این داکیومنت مدرنه. یعنی چی؟ یعنی این داکیومنتیه اگه من کد رو تغییر دادم داکیومنت هم ابسولیت نمیشه. تو میری بالا سر فانکشن کامنت میزنی آرگومنت یکش اینه، آرگومنت دوش اینه، این فانکشن هم این کارو میکنه. دیولپر بعدی میاد آرگومنت 3 رو ور میداره، کامنت رو ور نمیداره. این داکیومنت برای تو دیس اینفورمیشن میده جای اینکه اینفورمیشن بده. اما تستی که داره پاس میشه یا فیل میشه و داکیومنت شده لایو داکیومنته، زنده است. اگه یه روزی پروداکشن عوض بشه این قرمز میشه، مجبوری بری درستش کنی. ما تو کرافتمنشیپ دنبال اینیم که داکیومنت های زنده درست کنیم. و کانسپت ایمرجنت دیزاین یعنی چی؟ یعنی از پیش نمیدونم قراره چی بشه. دو تا رویکرد بیشتر نداریم تو صنعت نرم افزار که یا بیدافه، بیگ دیزاین آپ فرانت، یه دیزاینی میزنم هر کاری بگن انجام بشه. اولا که هر کاری بگن انجام نمیشه. دو، من انقدر پیچیده‌اش کردی که به قول دیولپر میگه خدایا امروز من اینو می‌نویسم فقط خودم میفهمم چی و تو، که هفته دیگه فقط تو میدونی چیه. یعنی حتی خودم دیگه از اون پیچیدگی سر در نمیارم. پس ایمرجنت دیزاین دنبال اینه که قدم به قدم، حالا میتونید راجع به مقالاتش اینا سرنخ برید خودتون مفصل بررسی کنید. اینا میشه کرافتمنشیپ و اون چیزی که هزینه تغییرات رو برای ما کمتر میکنه و ما رو تبدیل میکنه به لینچپین تو اون سازمان. چرا؟ هر کاری بیاد اونه که انجامش میده، اونه که میتونه برای انجامش. چرا؟ چون منم که میتونم هزینه تغییرات رو نگه دارم، چون منم که میتونم حالا قدرت مذاکره رو حقوق داشته باشم، حالا منم که میتونم پروموشن بخوام، حالا منم که میتونم پروژه خوشگل‌تر رو بردارم. چرا؟ لینچپین شدم، مجهز شدم به یه هنری که این هنره دست منه و سازمان ارزش اینو میدونه. چرا؟ چون ولیو استریم سازمان از تغییر شروع میشد. جایی که تغییر انجام بشه میگه دم این تیم گرم، اینا هر چقدر حقوق میخوان بهشون میدم. جایی که ببینه اوضاع خرابه، هر تغییری میاد اینا میگن نه آقا فلان، اونی که این چرخ داد دست من، نمیدونم فلان و اینجور داستانا، احتمالاً بعد یه مدت دکمتون هم میخوره. یعنی نات اونلی قدرت مذاکره خاصی ندارید، دکمتون هم خورده است.
راجع به اکستریم پروگرامینگ و کنت بک و اینا برید خودتون بخونید، وقت کمه. اینا پرکتیس هایی مثل پری پروگرامینگ، ریفکتورینگ، نمیدونم سیمپل دیزاین، کانتینیوس اینتگریشن، کالکتیو کد اونرشیپ، کد استانداردز، همه اینا چیزایی که توی کرافمنشیپ راجع بهش صحبت شده و قراره بشه. اما آخرش، ولی نه از همه کم ارزش‌تر، شاید مهمتر، شما برای اینکه لینچپین بشید 4 تا چیز داشته باشید. ما راجع به اجیلیتی و کرافمنشیپ صحبت کردیم. ما می‌خوایم هزینه تغییرات رو کم کنیم، مایندستمون چابک باشه برای اینکه بتونیم بقا داشته باشیم برای اون سازمان. بیزینس اکیومن و سافت اسکیل هم مهمه، همونقدر که اونا مهمه. راجع به سافت اسکیل فکر کنم دوره‌های قبلی تو همین کامیونیتی صحبت شده، به ما کاری نداره. من فقط یه جمله راجعش میگم، این که توسعه نرم افزار یه فرآیند یادگیریه. اون کدی که تولید میشه ساید افکتشه. تو این فرآیند یادگیری آدمای موفق ترن که خوب یاد بگیرن، خوب بتونن یاد بدن. پس اکتیو لیسنر باشید، اکتیو لرنر باشید. سافر دیولپمنت یه سوشال اکتیویتیه، پس افکتیو کامیونیکیشن مهمه. چرا سوشال اکتیویتیه؟ چون برای اینکه یه تیم کراس فانکشنال داشته باشی، فقط نمیتونی یه بک اند دیولپر داشته باشی. فرانت هم میخواد، دی بی ای هم میخواد، دیوآپس هم میخواد، پروداکت هم میخواد. مجبوری تیم داشته باشی. ناچاری به کار تیمی. دیدید ایران تو کشتی و وزنه برداری و نمیدونم تکواندو اینا همیشه پلنگ، کار به ورزش گروهی که میرسه شرکت اون کشورهایی که توسعه یافته ترن کار تیمی بهتر بلدن همیشه موفقن. یادم یه سال آمریکا جهانخوار تو المپیک هم طلای والیبال رو برد، هم بسکتبال و هم هندبال. نمیشه که بالاخره یه چیزی اون یه منیجمنت سیستمی اون پشت بوده که کار تیمی یاد گرفته. اینا سافت اسکیلی در میاد که تو مدارس یادشون میدن. بیزینس اکیومن یعنی چی؟ یعنی مرده‌شور نباشید. مرده میاد، من بلدم خوب بشورم، شکلات پیش تحویل بدم، صدر و کافور همه چی کامل. بهشت و جهنمش من ربطی نداره. دیولپر این نیست. بهشت و جهنم باید برات مهم باشه. چرا؟ یه افکتیونس داریم، یه افیکیسی داریم. یعنی یه چیزی یا افیشنته یا افکتیوه. فرق اینا چیه؟ کی میگه؟ تو اجایل مانیفستو اومده. آفرین. افیشنت یعنی چی؟ یعنی من کارخونه پفک سازی دارم، پرتی ندارم. همیشه x کیلوگرم ذرت، y کیلوگرم پفک بهم میده. خالی وسطش رد نمیشه. خط تولیدم 6 ساعت قطعی نداره، تمومه. اسلاید آخر. یا اوکی کار در میاد. این یعنی اینکه من دارم افکتیو کار میکنم. پرتی ندارم، دارم درست کار میکنم. پفکم هم کسی میخره؟ نه، مثل چی شوره. خب پس افکتیو کار نمیکنم، فقط افیشنت کار میکنم. دیولپر باهوشترین آدم سازمانه. قبول ندارید؟ خودمون گوشا باز کردیم. ها؟ به نظر من چون پرابلم سالوره باهوشترینه. دیولپر نباید سازمان رو محروم کنه از فیدبک خودش که آقا این چیزی که داری میاری هیچ ارزشی تو این کسب و کار نداره. از کجا میفهمی؟ از اونجایی که این کسب و کار رو بفهمی. یه نفر می‌خواست بیزینس منیجر یکی از محصولات بشه، اومده بود من آنبوردش کنم رو محصول. بعد گفتم استراتژی چی و شروع کرد صحبت کردن. گفتم ببین این محصول مارکتش سمی فرگمنتده، مثلا مشکل آندر ساپلای بودن نداره، پرایس وار توش جدیه فلان، پس این استراتژی غلطه. گفت تو چرا خودت نمی بیزینس اینجا رو برداری؟ گفتم خب من کار مهمتری دارم، اونم توسعه نرم افزاره. ولی برای اینکه این توسعه نرم افزار بدم باید اون بیزینس رو بهتر از تو بلد باشم. اون روزی که ما تبدیل به مرده‌شور بشیم فیل کردیم. چرا؟ چون یک، سازمان رو از نظر یه آدم باهوش محروم کردیم. دو، افکتیو کار نکردیم. فوقش افیشنت کار کردیم. پلنگ تولید کد بودیم، دیزاین خوب، اما فیچری که اومده هزینه شده بابتش. رو پروداکشن پولی در نیورده برای اون سازمان. این میشه بیزینس اکیومن، این میشه تیز فهمی کسب و کار که میتونه موضوع تاک مستقل باشه راجعش صحبت بکنیم. این رسیپی آخرین اسلاید. این رسیپی ما برای لینچپینه. اگه میخوای لینچپین شی، به اجیلیتی اهمیت بده. سادگی ارزشه. سادگی آخرین چیزی که شما یاد میگیرید. مثل دروازه‌بانا که از دروازه بیرون اومدن آخرین چیزی که یاد میگیرن. این حاصل تجربه است. این ارزشه برای سازمان. دنیای کانتینیوس ها، کانتینیوس اینتگریشن، کانتینیوس دلیوری، کانتینیوس دیپلویمنت، کانتینیوس ایمپروومنت، اینا تو اجیلیتی نهفته است. فیدبک لوپت باید کار کنه، باید کوچیک کار کنه.
بیزینس اکیومنت، فهم فاینانشیال میخوای تو باید بدونی یونیت اکانومی این محصول چجوری داره کار میکنه. باید مارکت رو بشناسی، استراتژی مارکتینگش رو بشناسی. سافت اسکیل، تیم ورکینگ بلد باشی، کریتیکال تینکینگ، پرابلم سالوینگ اینا رو باید بلد باشی. کامیونیکیشن باید بلد باشی، نشی یه بریلینت جرک که کسی نخوادت. تکنیکال خیلی پلنگی، با هیچ کی نمیتونی صحبت کنی. و کرافتمنشیپ، یه سری پرینسیپل، یه سری پترن، یه سری پرکتیس. میشه مفصل راجع به اینا صحبت کرد. من می‌خواستم یه سری کتاب معرفی کنم ولی نکردم. به خاطر اینکه فکر کنم تو اون گروه راجعش صحبت کنیم بهتره. در ارتباط باشید توی همون کانال. خب میتونیم تو همون کد کانال میشه کتابا رو یکی یکی گفت، راجع به پرکتیس ها یکی یکی صحبت کرد. من خودم متعهدم این کارا رو جلو ببریم و اگه سوالی باشه من در خدمتم. خب جان